سلام به همه شما رفقای باصفای خودم. دیروز خرچنگ نظام عمام و عمامه رو جمع و جور کرد و رفت تو جمعه بازار ولایت تا یه خورخوری بکنه و یه تصویر در و داغون از اوضاع و احوال نظام ارائه بده. این خرچنگ عمامه دار به جای این نکته از آن نکته شروع کرد. اون نکته این است که مقام معظم رهبری تیم مذاکره کننده ایران رو تأیید کردن، امینشون خوندن، لکن فرمودن من نگرانم چون ما با یه سری آدم درست حسابی طرف نیستیم، با یه سری حقه باز طرفیم، با یه سری آدم‌های مکار طرفیم. با یه سری حقوق باز طرفی؟ خب کی مجبورتون کرده؟ اصلا چرا طرفی؟ خب از پشت میز مذاکره بلند شید تا دیگه با حقوق بازا طرف نشید. کاری داره مگه؟ نکنه تناب تحریما مجبورتون کرده ها؟ چیه؟ به خورخور افتادی گنده بک. همین دیروز اوباما بار دیگر تحریم‌های 20 ساله ایران رو تمدید کرده. معنای این حرف اینه اینا اصلاً به اخلاق سیاسی پایبند نیستن. ما نمیدانیم آینده این مذاکرات چه میشه، اما تا اینجاش میخوام به صراحت بگم پیروز ملت بزرگ ایران هست. شما در عرض این یک سال و اندی به دنیا نشون دادید اینکه بعضی ها متاسفانه داخل کشور میگفتن شما مدام بهانه به دست اونا میدید. بسیار خوب، ما بهانه ندادیم. این یک سال نشون داد شیطنت در ژن دولت مردان امریکایی نهفته است. بفرما. آخوندا فقط رو علم ژنتیک عمامه نذاشته بودن که حالا این خرچنگ خیکی گذاشت. اگه بقیه تو ژنشون شیطنت نهفته است، تو ژن شما آخوندا شیطون جای اینکه نهفته باشه 24 ساعته به صورت علنی بالای منبره. حالا یکی از اون شیطونیا رو کن ببینیم. منتها یادمون باشه، به خصوص به جوانهای خوب و جوانهای عزیزمون میگم که شاد بودن به معنای شکستن خطوط قرمز خدا نیست، که شکستن خطوط قرمز خدا شادی زداست نه شادی زا. اوه چی شد یهو جوونا خوب و عزیز شدن؟ چیه؟ از خط خطی شدن خطوط قرمز نظامت میترسی؟ یا از خط خطی شدن فیس مقام عظما؟ از شادی زدایی میترسی؟ یا از آخون زدایی؟ خب بگذاریم، نکته دوم چیه؟ بنال بینی. نکته دوم مسئله آتشبازی چهارشنبه آخر ساله. ملت ما ملت فرهیخته است، جوانهای ما فرهیختن، چیزی که هیچ منشأ نداره. از منظر حقوقی این آتشبازی ها تجاوز به حقوق دیگرانه، از منظر شرعی ایذاء المؤمنین و حرامه. هم از خود جوانهای خوبمون هم از بزرگترهاشون تقاضا میکنیم نصیحتشون کنن در این وادی‌های خطرزا وارد نشن که خیلی ایدها به خاطر همین آتشبازی‌ها عزا شده. هنوز چهارشنبه سوری نشده، عزاداری عظما و سگ و سیله ها شروع شده. وقتی نیروی انتظامی و بسیجی و پاسدار و باقی جونوراتون شب و روز میفتن به جون مردم، اسمش تجاوز به حقوق نیست. اما حالا که نوبت چهارشنبه سوری و دود دادن ریش سیبیل آخوندا شده، یاد حقوق دیگران افتاده. باشه طلبت، شب چهارشنبه سوری جوونا دخلتونو میارن. خب مطلب دیگه ای نمونده؟ یک مطلب این است که بنده 2 دوره است که مجلس خبرگان هستم. ما 8 دوره
انتخاب رئیس و هیئت رئیسه را داشتیم. 8 دوره. در هیچ یک از این 8 دوره به اندازه این دوره بد اخلاقی از رسانه ها، بد اخلاقی از برخی خبرگزاری ها، بد اخلاقی از روزنامه ها ندیدیم. حاج خرچنگه سود زدی، بعد جوری هم سود زدی. مگه یادت رفته علی گدا تو جمع دایناسورا چی گفت؟ 180 درجه عکس حرف تو رو زد. به حمدالله این جلسه اجلاس آقایان که در اون انتخابات داخلی انجام گرفت، اونطوری که به من گزارش کردن اجلاس بسیار متین و در واقع الگو برای دستگاه هایی که اینجور انتخابات ها رو انجام میدن، با متانت کامل، بدون اینکه چیزهایی که معمولا در جلسات یارگیری و انتخاباتی پیش میاد، بدون این حرف ها به حمدالله کار بزرگی رو انجام دادید. بفرما. اینم از خرچنگ ولایت مدار. عظما میگه همه چی خوب بود، یارگیری نبود. خرچنگش میگه بدترین دوره بود. دیگه شما از همین یه نمونه حساب باقی شکاف ها و جرخوردگی های نظام رو بکنید.